سلام، من دکتر فرزاد مسعودکبیر هستم، متخصص قلب و روح و فلوشیپ فوق تخصصی آریتمی و پیسمیکرهای قلبی و عضو هیئت علمی مرکز قلب تهران. من امروز میخوام در مورد فیبریلاسیون دهلیزی یا AF باهاتون صحبت بکنم. کلمه‌ای که خیلی به گوشتون ممکنه نخورده باشه و از اهمیتش هم خیلی نشنیده باشید، اما اگر بدونید که از هر 4 نفری که دچار سکته مغزی میشن به ویلچر وصل میشن و زندگیشون تغییر میکنه به خاطر AF هستش که همچین بلایی سرشون میاد، احتمالاً علاقه پیدا میکنید تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. خب AF یکی از شایع‌ترین آریتمی هایی هستش که توی قلب اتفاق میفته که توش تماما ریتم قلب به هم میریزه و اگر شما دستتون رو روی نبض یه همچین افرادی بذارید متوجه میشه که نبض اصلا حالت طبیعی نداره و پس و پیش میزنه و سرعتش هم از حالت معمول بیشتر هستش. AF چه تأثیری روی سلامتی داره که انقدر پزشکان قلب بهش بها میدن و براشون مهم هستش؟ AF میتونه باعث بشه که شما دچار نارسایی قلبی بشید، میتونه باعث بشه که شما دچار سکته قلبی بشید، میتونه باعث کاهش طول عمرتون بشه، اما بدترین بلایی که سر آدم میاره این هستش که باعث میشه که خطر سکته قلبی در افراد 5 برابر بشه. چرا یه همچین اتفاقی میفته؟ به خاطر اینکه در افرادی که AF دارن دهلیز قلب به جای اینکه به صورت منظم و با قدرت منقبض بشه یه حالت ویبره مانند پیدا میکنه که باعث میشه خون مثل باتلاق توش جمع بشه و لخته بکنه و اگر این لخته از قلب به سمت رگ‌های بدن که عمدتاً رگ‌های مغز هستن حرکت بکنه باعث سکته مغزی خواهد شد. بدیش این هستش که اگر کسی در زمینه AF دچار سکته مغزی بشه از تمام انواع سکته های مغزی وضعیت بدتری رو تجربه خواهد کرد و بلایی بیشتری سرش خواهد اومد. خب ما از کجا بفهمیم که دچار AF شدیم؟ چه علامتی داره؟ AF میتونه باعث بشه که شما تپش قلب پیدا بکنید، خستگی در حین فعالیت پیدا بکنید، تنگی نفس پیدا بکنید، درد سینه بگیرید. اما عمده افرادی که دچار AF میشن هیچ علامتی ندارن و فقط به صورت تصادفی وقتی که لمس میکنید نبضشون رو یا ازشون نوار میگیرید متوجه بروز AF درشون میشید. بنابراین AF هم جزو اون دسته از بیماری ها هستش که نباید منتظر بمونیم تا اینکه علامتی بیاد سراغمون که تشخیصش بدیم و باید به وسایلی و به روش هایی که در اختیارمون قرار داره خودمون رو از بابت بروز AF چک بکنیم. سوالی که خیلی ها میپرسن این هستش که دکتر AF از چی میاد یا چه کسایی بیشتر دچار AF میشن؟ اگه بخوام بهش اشاره بکنم شاید مهمترین عامل خطرش افزایش سنه. ما که نمیتونیم باعث جلوگیری از افزایش سن خودمون بشیم، اما یه سری ویژگی ها و یک سری رفتارها هست که خطر AF رو افزایش میده، مثل مصرف سیگار و از همه‌شون مهمتر مصرف الکل. یعنی اینکه شما اگر الکل حالا از هر نوعی که باشه از یک آبجو ساده گرفته تا درصدهای بالای الکل رو به میزان خیلی کم هم مصرف بکنید میتونه باعث بروز AF در قلب شما بشه و قلب به شدت نسبت به الکل حساس هستش و کسانی که دچار در حقیقت AF هستن یا زمینه خانوادگی و ارثی درشون برای AF وجود داره قطعاً و حتما باید از نزدیک شدن به الکل پرهیز بکنن. چیزهای دیگه که با AF ارتباط داره فشار خون بالایی هستش که درمان نشده، بیمارانی که دیابت دارن، افرادی که چاق هستن و افرادی که دچار آپنه‌های انسدادی و وقفه‌های تنفس حین خواب میشن. اینا همه عوامل خطری هستن که اگر شما یکی از اینها رو هم داشته باشید باید خیلی بیشتر از بقیه دقت بکنید برای اینکه خودتون رو از نظر بروز AF چک بکنید. اوکی، به چه دردی میخوره که حالا ما اصلا رفتیم و AF رو تشخیص دادیم و زودتر هم تشخیص دادیم؟ شاید مهمترین دلیلش این باشه که اگر در شما AF تشخیص داده بشه داروهای رقیق کننده خون که میتونن مانع از تشکیل لخته و سکته مغزی در قلب شما بشوند رو مصرف بکنید و یه همچین سرنوشت شومی جلوش گرفته بشه. خب خیلی ممنون. حالا فهمیدیم که پس AF خیلی مهمه. از کجا بفهمم که من AF دارم و چطوری زودتر تشخیصش بدم که همچین بلاهایی سر من نیاد؟
بله خب ما روش‌های خیلی ساده‌تری داریم که میتونیم باهاش شک بکنیم به وجود AF. یعنی اینکه همینقدر که شما زحمت بکشید و هر از گاهی دستتون رو روی نبض دستتون بذارید و لمسش بکنید که ببینید که آیا منظم میزنه یا اینکه نه ضربانتون زیاد شده و پس و پیش میزنه، خودش یک نکته خیلی مهمه که اگر یه همچین حالتی رو توش دیدید به پزشک مراجعه بکنید و یک نوار قلب ازتون گرفته بشه و تشخیص داده بشه. در گذشته بیشتر این رو به صورت تصادفی موقع نوار قلب گرفتن یا زمانی که از روش‌های مانیتورینگ طولانی مدت مثل هولتر یا مانیتورینگ در CCU استفاده میشد تشخیص میدادن. اما الان با پیشرفتی که در تکنولوژی اتفاق افتاده و اهمیتی که تشخیص دوگلاس AF داره، الان ساعت‌های هوشمند و دستگاه‌های نسل جدید فشار خون هم این قابلیت رو پیدا کردن که با استفاده از قابلیت‌های هوش مصنوعی بتونن وجود AF رو در شما شناسایی بکنن و به شما پیغام بدن و الارم بدن که شما احتمالاً دچار آریتمی قلبی مثل AF شدید و باید به پزشک مراجعه بکنید. بنابراین خواهش میکنم به هر حال با توجه به اهمیتی که در این موضوع وجود داره همگام با تکنولوژی و همگام با دنیا حرکت بکنید و از قابلیت‌هایی که وجود داره، ساعت هوشمند باشه، دیوایس‌های دیگه مثل دستگاه‌های فشار خون جدیدی که همچین قابلیتی درشون پدیدار شده استفاده بفرمایید تا خدایی نکرده اولین تظاهر AF در شما عوارض سهمگینی مثل سکته مغزی نباشه. امیدوارم که همواره سالم و پایدار باشید.